بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تاریخ 29 مبارک رمضان است. یک خواهر $500 رای کرده بود که را به توسط آیسا اسلام الدین که را به خواهرای بیوه و یتیما بده. امروز ما را توضیح میکنیم و خدا متعال و همشهره ما را عدل پاداش نصیب کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 29 ماه مبارک رمضان است. یک مقدار پول از طرف خواهرای انجمن منار با ما رای شده تا ایره ما با خواهرای بیوه و فامیلای یتیم کمک کنیم. ایره ما آل کمک میکنیم انشالله. محمد موسی نداره رسیده که برهان الدین سوق ده دل داره شبکه ترش شده باشه. محمد حسن سوق ده محمد حسن